خب همکنون ادامه میدیم به بررسی جادو و جادوگری در ایران باستان. پیشینه هیچ قوم و ملتی از جادو و گونه‌های آن تهی نبوده است. در کنار علوم گوناگون، دانش‌های نهانی یا همان علوم غریبه که گاه شبه علم نامیده می شدند، همواره از رواج و کاروسازی برخوردار بودند، تا جایی که بسیاری از پژوهش کنندگان تاریخ و علوم خاستگاه بسیاری از دانش‌ها را جادو دانستند و بسا اندیشمندانی که در این باره نگاشتند و بدان پرداختند. در ایران باستان نیز گونه‌های جادو، جادوی سپید، سیاه و جادوهای دیگر رواج داشته و ما در اینجا جادو در ایران باستان و کیش و آیین‌های گوناگون رو بررسی می‌کنیم. بسیاری از کتاب‌های تاریخ مغ‌ها و روحانیون زرتشتی را جادوگر نامیدند. آنان پیشوای جادوان جهان به شمار می آمدند. مغان را اخترشماران بسیار ماهر و خبره می دونستند و در اینجا در کتاب انجیل مسیحی ما داریم که زرتشت را به عنوان جادوگر بزرگ نامیدند. خود واژه مغ همان جادوگر و ساحر است و مجوس و مغی سحرآمیز و جادوگر معنا می شود. در میان ایرانیان باستان جادو درمانی و جادو پزشکی جایگاه بسیار بالایی دارد و مغان از دیرباز با این دانش‌های نهانی آشنا بودند و زیستند. در اوستا ذکر شده که مغ‌ها جادوگر سپید هستند. حال ادامه میدیم در آیین ایلامیان. ایلامیان بر آن بودند که خدایانشان دارای نیرویی فوق طبیعی و رازآلود هستند و آن را کیتن یا کیدن قدرتی جادویی می دانستند. نیروی ایزدی بوده که قادر به حفاظت یا نابود ساختن افراد بود. کیتن می توانست شکلی مادی به خود گیرد. پادشاهان سلطنت خیش را به یاری کیتن برقرار می داشتند. ایلامیان برای رهایی از بدبختی ها و حملات دیوان و انسانها بازوبندهایی بر خود می‌بستند و این بازوبندها دارای تصاویری هم بوده که دعاهای جادویی بر آن نقش می‌بستند. هر زمان و هر جایی که فردی دچار بیماری، ناراحتی، عذاب و آسیبی می شده، جادوگران با آداب ویژه برای رهایی او مراسمی اجرا می کردند. انکی خدای محبوبی بوده که برترین خدا در امر جادو هم به شمار می آمده و دانش خود را به پسرش مردوخ بخشید تا جانشین پدر و همه خدایان شود. اما آتش از همه نیروها برای خنثی کردن جادوی سیاه نیرومندتر بود. در میان رودان اندیشه دینی مبتنی بر سرنوشت از قبل طراحی شده بود. سرنوشت خوب یا بد در دست ارواحی بود که بر زندگی و کردار مردم تسلط داشت. حتی کنار هر انسان دو دیو وجود داشت که یکی مسئول کردار زشت و دیگری مسئول کردار نیک بود. آیین‌های عزاداری جادویی هم برقرار بودند، زیرا ریزش اشک باعث بارش آسمان یا گریستن پربار خدایان میشد. پیشگویی هم
در بین النهرین وجود داشت و بر اساس کارهای جاودانه همچون دریدن شکم جانوران، توجه به پرواز پرندگان، نبرد پرندگان و چیزهای دیگر انجام می گرفت. سلامت پادشاهان سلامت جامعه بود و برای در امان ماندن از چشم زخم دیدن آنان بسیار دشوار بود. در اینجا توجه به تعویضها یا همان دستبندها، پیکره‌های جادویی به شکل زنها بسیار در خور توجه بوده. پیکره‌های زنانه در روزگاران کهن نشانه جادوی خوشخیم بوده و اثر ساختن این گونه پیکرها و نقاشی بر روی اشیا همراه آن حاصل خیزی و ثروت روزافزون رو به ارمغان می آورده. به نظر گریشمن از تصاویر کوچ بانو خدا به صورت طلسم و دستبند به نیت فراوانی و نعمت استفاده می شده. در سراسر فلات ایران همه مردان و زنان این آویزها و طلسمها و بازوبندها را به همراه داشتند. در دوران ایلامیان کاربرد جادو پایه و اساس فرهنگ مردم بوده و آنها از جادو برای ناکامی، مشکلات، سختی‌ها، بیماری‌ها، امید، آرزوها، خیر و برکت، فراوانی، نعمت و همه چیز استفاده می‌کردند. البته من در اینجا اضافه می‌کنم مطالب رو که کتاب نکرونومیکون یا رستاخیز مردگان هم بخشی از ایران باستان ما بوده. حالا ادامه میدم. در اینجا کومان درباره جادوی ایران کهن چنین مینگارد: ایرانیان باعث و بانی جادوی واقعی که در قرون وسطی جادوی سیاه خوانده می شده معرفی شدند. اگر هم ایرانیان مخترع جادوی سیاه نبوده باشند، حداقل اولین افرادی هستند که برای آنان بنیان عقیدتی جادوی سیاه ساخته شده و در یک نظام الهی بسیار قانونمند جایگاه اختصاصی دارند. و اینجا اشاره میکنه به ثنویت مزدایی و اهورامزدا و زردشت و مغها و جادوگرانی که در اون دوران همه بودند. در اینجا دقیقاً میبایست به قانون و نظام ثنویت اورمزد اشاره کرد. نظام ثنویت اورمزد که در جهان نور به سر میبرد همواره مورد دشمنی خصم و آشتی ناپذیری خود با اهرمن و فرمانروای جهان زیرین است. یکی نماینده نور، راستی و نیکی و دیگری نماینده ظلمت، دروغ و بدی است. قوم سکاها نیز گونه‌هایی از پیشگویی و جادو را داشتند و بدان عمل کردند. بنا به گفته هرودوت، سکایان پیشگویی را به دو شیوه اعمال می کردند. ایناره ها که همان غیر انسان ها بودند به موهبت ایزدبانو ارگیمپسه پیشگو بودند. از بهترین درخت لیمو استفاده می کردند. سایر پیشگوها پیروان گویتوروس آپولوی سکاییان بودند. خب دوستان، من میدونم که جادو ریشه و اساس مذهب و دین هست و مذهب و دین هم زاینده علوم امروزی هستند. یعنی شما هر جور که نگاه میکنید این یک دایره چرخشی هزاران ساله است ما بین جادو، دین و مذهب و علوم امروزی. حالا ما در اینجا در ادامه پژوهش‌ها این متن هم داریم. آیین قربانی، آیینی دیگر که به بنمایه جادویی دامن میزند.
در نهاد قربانی مفهومی جادویی نهفته است. در آیین‌های جادویی قربانی انسان و قربانی کردن حیوانات رواج داشته و آریایی ها نیز این مراسم را برگزار می کردند. این مراسم نوعی جادوی تقلیدی را فریاد می زند. خب دوستان، برای اینکه خیلی طولانی نشه این ویدیوها و صحبت‌ها، من این رو به پارت بعدی موکول میکنم. روز و روزگار بکام.